کمبودی ها و لغزش ها و خطاها و که در حال حیات از این بنده سرزدگی ها را خدای مهربان با فضل و کرامت بخشیده بگردانی و الله مهربان خانه قبرش بر روضه از روضه های جنتت مبدل بگردانی. از او فرزندایی که باقی مونده است خدای مهربان فرزندا را عمری دراز و ایمان کامل و سعادت دنیا و آخرت نصیبشون گردانی. برادران عزیز و گرامی، یک لحظه که اندکی را غنیمت میشماریم و یک حدیثی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفته میگذاریم و از الله مهربان فقط دعامون همین است که اولا الله را سپاسگزاری میکنیم که ما امروز زبان حدیث خوانی داریم، ما امروز گوش کننده داریم. ما الله را سپاسگزاری میکنیم که نشست های داریم که مردم ما الله مهربان خیرشان بتد، اگرچه خوراک هاشون هم که میخورن ولی با میبینی که در مردم میل و خواهشی گوش کردن پند و نصیحت های و مردم هم میداند که این یکی از نیازهایی هست که برای مردم بسیار مهم است و الله را ما بسیار سپاسگزاری میکنیم که دقیقه ها هم که باشد گاه این خیل لحظه ها هم برای ما و شما فرا میرسد. الله مهربان رحمت کند شیخ سعدی را. انشاءالله بعد این من حدیث پیامبر هم میخوانم برای شما. میگوید ما را بهشت صحبت یاران همدم است، دیدار یار نامتناسب جهنم است. هر دم که در حضور عزیز بسر بری، دریاب کز حیات جهان حاصل آن دم است. نه هر که چشم و گوش و دهان دارد آدمی است، پس دیو را که صورت فرزند آدم است. آن است آدمی که در او حسن سیرت است، یا لطف صورت است دیگر حشو عالم است. هرگز حسد نخورده و حسرت نبرده ام، جز بر دو روی یار موافق که در هم است. آنها که در بهار به صحرا نمی روند، بوی خوش ربیع بر ایشان محرم است. برادر عزیز، الله رحمت کن شیخ سعدی را که هر یک مصرع های ایران انسان اگر وقتی که میخوانی و معنای او را درک میکنی بی واسطه هیچ وقت گمان های نیک در حق همون جناب شیخ سعدی زیاد میشود و میگوی آفرین به همین ها که چقدر حیاتی با سعادت گذرانیدن، حیاتی گذرانیدن که با این مهنت ها و زحمت هاشون امروز از یاد ما، از فکر ما اینها دور نیستن. برادر عزیز، ببینید با مهنت ها و زحمت هاشون اگر چند هزارها سال گذشته است ولی باز هم ما از ایشان یاد میکنیم. میگه گر خونی تا اولا این بیانی که من کردم لطف
خاطر اون است که ماها باید اینها را از ذهنهامون دور نکنیم. ما این خیلی نفرهای مثل شیخ سعدی و مثل خواجه حافظ و مثل عبدالقادر بیدل و امثال اینها مثل مولانای روم و این نفرهای هستن برادران عزیز و گرامی که ما بعضا هم اگر از مصرع‌های اینها یادآوری هم کشیم به خاطر میگیم در ذهن مردم نام همینها باقی ماند. مردم ما مقصد این را هیچگاه باید که فراموش نکنند. من از این لحاظ برادرای عزیز و گرامی گاه این مصرع‌ها را به ذهن‌هاتون میارم که ما دانیم که پیشتره از ماها چقدر شخصیت‌های خوبی، چقدر شخصیت‌های نیکی در ماها بودن و ببینید که برادرای عزیز همیشه انسان از حیات درست، از حیات خوب گذرانیدنش نامش به نیکی میماند. و اگر اهمیت داده باشین حضرت چی گفتن؟ گفتن ما را بهشت صحبت یاران همدم است، دیدار یاری نامتناسب جهنم است. البته برادرای عزیز همین لحظه ای که حضرت خدای مهربان برای ما و شما دست داد، ما در مقابل یکدیگر، در روبروی یکدیگر نشستیم، از دیدار یکدیگر و همچنان از نگاه های یکدیگر برخوردار شدیم و بالاتر این که وقتی در بین ما از آفریدگارمان، از خالقمان، از این پیدا کننده نعمت ها که جلال الدین رومی میگو نعمتش را میخوری هر روز و شب، کفر نعمت میکنی ای بی ادب. ما هر روز هر ساعت از این نعمت ها میخوریم. اینها را جواب این نعمت ها چیه یا شکرگزاری این نعمت ها چیه؟ این همین است که برادران ما و شما یک آیت قرآن است، یک حدیث پیامبر است و گوش یکدیگر رسانیم تا همین بندگی و تا خداشناسی از ذهن‌هامون دور نشود، تا اینها ما فراموش نکنیم. در دوام مصرع چی گفت؟ هرگز حسد نخورده و حسرت نبرده. گفت من همین دو چیز الحمدلله که در حیات خالی بودم. یکی بر کسی حسد نبردم، حسد خوری بسیار کاخی، حسد بر بالای کسی نبردم. دوم هیچگاه در یگان کار حسرت نخوردم. میگه جز بر دو روی یاری موافق که در هم است. یکی در یک حالت هم حسد بردم هم حسرت خوردم. اون کدام حالت بود برادر عزیز؟ وقتی که شنیدیم که در فلان منزل یک پند نصیحتی بود، یک گویم گفتگوی علمی بود. من در همونجا وقتی خودم اشتراک نکردم با شیخ سعدی، بر شرکت کننده ها حسد خوردم، حسد بردم که چرا اینها بدن من نبودم، ولی بر خودم حسد خوردم که چرا من در همونجا اشتراک نکردم. یعنی این لحظه های ما را برادر عزیز چقدر شخصیت های بزرگم آرزوهای این نشست ها را داشتن. در این خیلی لحظه ها اشتراک کردن اونها هم بینید که حسرت چه همراهشون بردگی هم. از این لحاظ ما از این نشست ها برادر عزیز هیچگاه به زیان ما و شما نیست، زیرا که قرآن، زیرا که اسلام فقط عبارت های نصیحت های. چگونه که پیامبرمونم میگفت که دین این سر به سر نصیحت های. همین نصیحت های برادرای عزیز که ببینید در خودمون چی بهبودی های را احساس میکنیم. در کسی که همین دین نرسید، در کسی که اگر همین
تعلیمات دین در اون باشد، او را به خودت مقایسه که چقدر فرق بین زمین و آسمان است. و همین شکر الله را میکنیم که امروزها ما و شما برادران گاه امکانیت های با یکدیگر گفتگوهای پیدا میکنیم یا یکدیگر را پند و نصیحت میکنیم. این بسیار به خیر ما و شما هست.